تا ویژگی بیشعورها. 1. بیشعورها در جواب محبتی که بهشون میکنی میگن مگه من ازت خواستم. 2. معمولا مسئولیت رفتار اشتباهشون رو نمیپذیرن و همیشه دیگران رو مقصر میدونن. 3. بیشعورها تا ازشون انتقاد بشه به جای پذیرش سریع طرف مقابل رو محکوم میکنن. 4. بیشعورها همیشه دیگران رو آدم سمی میدونن و حتی به این فکر نمیکنن که خودشون آدم سمی هن. 5. بیشعورها تو هر سمت و جایگاهی که باشن یا تو هر صفی یا تو رانندگی خودشونو میندازن جلو، حتی به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران. 6. اگه به بیشعورها مکررن لطف کنی میشه وظیفه و اگر یک بار لطف نکنی میشی بدترین آدم. 7. بیشعورها همیشه حق به جانبن. 8. اگه به بیشعورها بگی باید تحت درمان قرار بگیری میگن خودت دیوونه ای. 9. همیشه بی احترامی و توهینهاشونو اینجوری توجیه میکنن که شما یا دیگران باعث شدید که بی احترامی یا توهین کنن. 10. خاصیت بارز بیشعورها اینه که معمولا خودشون نمیدونن که بیشعورن. 10 تا ویژگی بیشعورها. 1. بیشعورها